خب بچه ها بازی شروع شد. بچه ها اگر از این سبک ویدیوها بیشتر میخواین حتما به من بگین که من واسه تون بذارم دوئل با پسرای گندگوز و اینا. خب بچه ها نگاه کنین، اول میایم اینجا، میریم بالا رو میگیریم، میایم اینجا اینطوری. یه شاتش میکنم. بدبخت یکیه از لابد میخواد به ما آوانس بده. بچه ها اچ بی مو خب به من آواز بده. بچه اگه میخوایم اسپان ترپ بهتون یاد بدم حتما ویدیو رو لایک کنین. اگه لایک های این ویدیو بالای 10 تا برسه اسپان ترپ بهتون یاد میدم. با بچه من با این دیل دستم جای نیست. مومنت چه خوبه ها، دیل لایمون کرده بسه. بچه اگه از این سبک ویدیو خیلی خوشتون میاد به من حتما بگین که من واسه تون بذارم. بریم ادامه ویدیو. بچه نگاه کنید چقدر نوبه، چقدر میمیره. وای نخورده. وای بچه خیلی نوبه. این بود واسه من ادعا میکرد فعلا 6 دارم میزنمش. وای فکرم میخواد بزن. وای چه مورده. مومنت بزنیم. وای بچه ها کیف کنیم. بروکنه بچه ها فالو کنین واسه پارتای بیشترم جونو. بچه عاشقتونم. لایک و فالو یادتون نره. حمایت ها زیاد باشه. واقعا معذرت میخوام توی چند مدتی که نبودم. بچه اگه میخوایم من اسپان ترپی دارم سبک خودم. خب اگه میخوایم آموزششو بذارم لایک های ویدیو رو بالای 20 یا 30 تا برسونین. بچه اتچمنت گانای جدیدی هم گرفتم خیلی خفنم. بی پی 50 دارم خوراک رنگ شد. اتچمنتشو مثلا توی 10 دقیقه چیدم. خودم خوشم اومد ازش. دمیجش بد نبود. بذار ببینیم این موبیسه کجاست. بچه پایه این 15 ایش بزنمش. بازی هم گذاشتم تا 15 تا بازی زیاد طول نه. اینو میخواد رو هوا منو بزنه. اون نمیدونه من کیم. ارتش نینجا گیم. بچه همین الان وای لگ گرفتم. پشمان منو زد. خب برو به سراغ دیگه اصلیه دیگه. این خودش خواد ترای هارد علی. یعنی تا الان داشت به من آوانس میداد. بچه میدین نزدیکم میاد لگ میگیرم. یکی زدنش شد 10. خب لوکاس بچه لوکاس کشیدم. حالا باید اینم دایمون کنم. خب بچه میخواد کامبک بزنه ها. نگاه کنین این تا الان ادامه میکرد. فکر کنم این زد ها. نه بابا این جرافش به چی طرح میخوره. آتیش مرگ اسمشو ها. وای بچه داریم کامبک میخوریم. من خیلی لگ دارم بچه. خودتون داریم میبینین شاهد باشم. من یکی دیگه بچه اینجا یا اینطوری آنمونه نکن بده. اینطوری میاد. وای بچه خودتون دیدین دیگه شاهد باشید. وای دمت شده. وای خدا چرا نمیتونم بزنمش. یه داگر نبود. بچه 3 تا کیلو دیگه میکنم. بچه 3 تا کیلو دیگه اسپان شد. از بس اسپان ترافش کردم یاد گرفتم. بچه نگاه کنیم 2 تا کیلو دیگه. بچه 1 کیلو دیگه هیت خورد. وای مردم. با دهنت سرویس با این بمب جنازه. بچه خیلی لگ دارم.
ولی من هنوزم واسه شما پرقدرت ویدیو میذارم. بچه ها یکی لیگه پایه فینیشش کنیم. نه ولید کن آجی درد سر میشه دارم. الان میاد تو لابی خوش میده. من بانید میخواد بزنم. بچه اگه پایه این ما بیاین بچه وای پشمام چرا دمیج شد واقعا چرا اینجاست بچه بچه بازی تموم شد و بخورش ادعاگر فقط 3 تا بود. من ترای هارد نکردم بچه ها وگر نمیزدم و لیتس گو. بچه اگه میخوام آموزش دایمون کردن یا اسپان ترپی که خودم یاد نگاه کن اینجا اسپان ترپشون کردم. اسپان ترپی که به سبک خودم دارم واسه تون بذارم حتما لایک های ویدیو رو بالای 20 تا 10 تا برسونین و واسه پارت های بعدیش هم بذارم. بچه ها اگر میخوایم مثلا دوئل تگ به 5 برم حتما ویدیو رو لایک کنین و کامنت بذارین و فعلا بریم تو لایو ببینیم چی میگه داداشمون. بچه لفت داد ترسید لفت داد بچه ترسید لفت داد. خیلی ممنونی ویدیو رو نگاه کردیم. پس تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار. لایک و سیو فراموش نشه. این ویدیو رو هم این پیج ما رو دنبال کنین. چنل نینجا گیم برتش نینجا گیم بپیوندین. فعلا خدا نگهدار.